دوباره سلام بچه ها، فرهاد هستم از بیپوملند. این یکی از مشتری عزیزمون آورده، بنده خدا دستگاه رو صفر خریده. بعد از تقریبا یه هفته 5 روز استفاده باتریش از کار افتاده، یعنی کامل نشون میده که شارژه، 4 تا خونه کامل پر، ولی موقع کام گرفتن میزنه لاو باتری، یا ببینین همینجوری که میبینین هی چشمک میزنه هی خاموش روشن میشه و صفحه بالا نمیاد. که برای دستگاه نو مجبوریم باتری تعویض کنیم. اکثر این دستگاه ها بچه ها، حالا اصلا کاری ندارم ویپ باشه، موقع هندزفری باشه، اسپیکر باشه، هر کدوم از اینا، بعضی از این دستگاه ها مدت های طولانی میمونن تو انبارا و باتریشون فاسد میشه. بخاطر همین موقع خرید دستگاه ها خیلی دقت کنید که حتما تاریخ تولیدش مال چه سالیه. دستگاهی که معمولا 1-2 سال بیشتر میمونه تو انبارا با این مشکل مواجه میشن. بریم باز کنیم، بریم دستگاه ایشالا که اینم بتونیم مشکل این دستگاه رو حل کنیم با هم دیگه. خیلی خوب، دو تا چای بغلش هم باز میکنیم. که چشم حسودی ایشالا مثل حاجلسی صفا نصیب همتون بشه. قربون داشتم برم بذارشی حاجی اینو ببینه خوری کنم. که دیگه خوش میرسه، هنوز هیچ کاری نکردیم. ایشالا به سلامتی برسه. برنجه داره کم میگیره ها. هر منتظرم که هنوز اینجایی. بالا هر موقع که زنگ زدم به دور میزنی. کی بود؟ صدای کی بود؟ جمع کنید بریم حاج خانم باوی. ای بای ای بای کارمون در اومد، باز اساسی اومد اومده که برنجه. ای بای ای بای کارمون در اومد، باز اساسی اومد. توی از نشین پاشو خیر بده. ای حتمن نزلم ای حتمن نزلم کف تو اندر یه ملن، کف تو اندر یه ملن. ای حتمن نزلم ای حتمن نزلم کف تو اندر یه ملن. وقتی این خاله ریزی که داری و خواهش هم خیلی خشک و شکننده است، بخاطر همین خیلی باید مراقبت کنیم که این خاراش موقع باز کردن نشکنن. خب ایشالا که بتونیم این دستگاه هم برای دوست عزیزمون تعمیر و بازسازی کنیم و تقدیم حضورش کنیم و همین. هستیم همیشه در خدمتون انشالله با تعمیرات بعدی. سپاس.